سلام. بیایید بهتون امروز چند تا اسم کردی یاد بدم. اسم دخترانه کردی که هم خاص هستند هم قشنگ هستند. اولیش روناهی. روناهی به معنی روشنایی و نور هستش. دوم روژان. روژان که اسم خودم هستش به معنی روزها یا خورشید یا رزق و روزی. سوم هوژین. هوژین به معنی همزندگی هستش، یعنی کسی که باش زندگی تو میگذرونی هوژین، یا میتونی اسم کسی که دوست داری هم هوژین بذاری. و چهارمیش کانی. کانی به معنی چشمه هستش در زبان کردی. ما به چشمه میگیم کانی. چشمه هم دیگه معنیش مشخصه دیگه. آخریش شد اوین. اوین به معنی عشق هستش یا چیزی بالاتر از عشق. اگه که خواستید آموزش زبان کردی ببینید و کردی بلد بشید، من خیلی از آموزش‌ها رو تو چنلم، تو کانال یوتیوبم گذاشتم. وارد چنل بشید، سابسکرایب کنید. بازم آموزش میذارم، هر چند آموزش‌های زیادی هم گذاشتم.